وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید محصولات عسل نسبت به سالهای گذشته 10% افزایش یافته است. بر اساس معلومات این وزارت تولید عسل از کشورهای دیگر به افغانستان نیز اخیراً کاهش یافته است. اینکه ظرفیت تولید و شمار زنبور عسل در کشور تا چه اندازه است از لطف‌الله راشد سخنگوی وزارت زراعت پرسیدیم. وی در پاسخ گفت در مجموع بیش از 237,000 فامیل زنبور در افغانستان وجود داره و افغانستان با طبیعت خوبی که داره و زمینه مساعد است برای پرورش زنبور تقریبا ظرفیت 1 میلیون خانواده زنبور داره در کشور و برنامه‌های ما طبعا بر اساس است که ما گسترش بدیم این ساحه را ساحه زنبورداری در افغانستان و از امکانات طبیعی که در اختیار ما است از استفاده بیشتر بکنیم و سرمایه‌گذاری بیشتر در این راستا صورت بگیرد. آقای راشد میگوید تلاش دارند تا کیفیت محصولات زنبور عسل را افزایش دهند. وزارت زراعت میگوید عسل افغانستان در حال حاضر به برخی از کشورهای جهان به خصوص کشورهای عربی صادر می شود. مسئولین فارم‌های زنبور عسل پیش از این گفتند که اگر در بخش‌های مختلف با آنان همکاری شود نه تنها که درآمد آنان بلکه عواید حکومت نیز افزایش خواهد یافت.